آب کلم پیچ براشون خوبه. سیب زمینی، به این جوابا رو قاطی کردم، وسط سیب زمینی سمیه. من اینو شاید هر خانم یا آقایی که گفته باشن با تمام احترام بهشون نمیدونم، ولی سیب زمینی شاید منظورش این بود اگه سیب زمینی ریشه در بیاره، اصلا خود سیب زمینی تمامش سمیه نباید بخورین. سیب زمینی تا موقعی سیب زمینیه که اون ریشه هاش بیرون جوونه نزده باشه، جوونه بزنه سمیه اصلا نباید بخورین تمامش. ولی در مورد وسطش شاید یه نوع مخصوص سیب زمینی رو گفتن. خب ولی سیب زمینی مثلا سیب زمینی قرمز خوشگلی که هست و خیلی هم خوشمزه است، میتونیم بهش اسپایس بزنین و بخورین، هیچ ناراحتی نداره فکر نمی‌کنم. به هر حال من به سوالو جواب دادم. اگه سوالی هم هست پشت خط بعداً جواب میدم. بله باید حتما دیگه تموم کنم. شما رو به خدا میسپارم. سوالی داشتین با من تماس بگیرین. من اصلا راجع به فواید رویال جلی و اینا و تمیز کردن ها امروز یه مروری نکردم. بدنتون رو همیشه تمیز بکنین سالی دوبار، یادتون نره. سوالی داشتین با دستی من که حتما اینجا هست تماس بگیرین. هر وقت زنگ بزنین اگر شلوغ باشم بعداً بهتون جواب خواهم داد. روز و روزگار به شما خوش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لبتون همیشه و قلبتون همیشه پر از شادی و خنده باشه. خطا رو پشت جواب میدم بعد از این. خدا نگهدار شما. هفته آینده میبینمتون. هفته قشنگی داشته باشین.